ҳамон рӯз шумо ки навор гирифтед мумкин ки таъсири ҳамин инода расида бошад. این زن هفته پیش با اشک چشم میگفت در موسم سرما با 7 فرزند او را از خانه بیرون میکنند. با قرار دادگاه ناحیه سینا به پیشنهاد منزل دیگر این عائله باید 3 دکبر خانه را خالی میکردند. زمان حضور خبرنگارانی آزادی جهاز و لباس این عائله تحت نظر نمایندگان خدمات اجرا از خانه بیرون کرده میشد. تمام جهان فهمید ناحقیره. بس بوده که پس یک آدم مثال یک تو چند ما همه از یک وطنیم بس بودگیست عذاب. تمام جهان با من گفتن که کارتک شد ما یاردم میکنیم شما را ما دستگیری میکنیم مادر شما را. پس از نشر گزارش در رادیوی آزادی از وضع این خانواده جهاز و لباس عائله دوباره به خانه برگردانیده و قرار شد که انشاءات بسناک مالی این خانواده است. وقتی که через спутник از به همون تلفن ثبت کردن نشان داده همش چنک کردن گذراندن 21 ساعتی که بود در این انشاءاتی که ما زندگی میکنیم ندارم. لیکن در سرتیفیکاتی ما پیشینه سرتیفیکات داریم این انشاءات میدروید. سرتیفیکاتی صدور اکبر دن نمیدروید. رجب ما عبدالشهیدووا میگوید آن روز دیگر امید نداشت که دوباره وارد منزل زیستشان میشوند. کجا ما دیگه کجا ما وقت میام رفته جا میام پولم ندارم روزی 7 گودک ما به زور میگذارونم از کجا ما حج میبرم میرم. این خانواده سرفرزند از همه آنهایی که بعد نوار رادیوی آزادی با آنها پیشنهاد کمک و دستگیری کردند میندور است. تمام جهان با من گفتن که کارتک شد ما یاردم میکنیم شما را ما دستگیری میکنیم مادر شما را. همین قدر من در کار بود که من از درون شوم با فرزندان. ما یک بریدن آنمونه 100 بار شکر یافته خورده ایستاده‌ایم. هرچند به ادعای این عائله هنوز دعوای آنها پوره قانع نشده است، اما از آن خوشحالند که در فصل سرما در بیرون نماندند. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی می کنند.